رفته بودم بیرون. هیوا بهم زنگ زد گفت مامان یه پیشنهاد جذاب برات دارم، بودو بیا خونه یه کیک شکلاتی خوشمزه درست کن که ما بخوریم، منم ازت فیلم برداری کنم. منم اومدم سریع 2 تخم مرغ و شیر و کره ذوب شده و آرد و پودر شکلات و یکم شکر و بگین پودر رو با هم دیگه مخلوط کردم و همینجوری هم زدم ریختمشون تو قالب پلو پس، خیلی راحت گذاشتمش تو کیک پستا بپزه. بعدم سسشو با پودر کاکائو و شکلات سکه‌ای و شیر گذاشتم رو گاز تا جذاب درست بشن. یه سس خوشمزه شد و همینجوری توی کیک رو سوراخ کردم و اینا رو تا جایی که میشد فراوون ریختم روی کیک. همین شکلی. اصلا نگران نباشید چون همه اینا میره به خوردش. بعدم با یه بستنی وانیلی خوشمزه سروش کردم. بخورید نوش جونتون.